بچه‌ها ببخشید دوباره مجبورم ببندم اینو. فقط تا یادمه یه چیزی بگم تا این بار بازه. بچه‌هایی که تازه با ما آشنا شدن، تازه اولین جلسه است وارد دوره ما شدن، ما یه سایتی داریم به نام سایت درسمن. خواهش میکنم یه سر به این سایت بزنید. یه عالمه دوره رایگان هم توش هست و حالا یواش یواش باهاش بیشتر آشنا میشید و متوجه میشین که چیزهای خوبی میتونید توش پیدا کنید. اگر در ابتدای راه برنامه نویسی هستین یا برنامه نویسی توی یه بخش‌هایی براتون مشکل ساز شده که شاید نتونید مسئله رو حل کنید. خیلی‌ها به من میگن که ما مثلا برنامه‌نویسی رو بلدیم اما می‌خوایم مسئله حل کنیم نمیتونیم. بیاین قسمت الگوریتم حل مسئله، من 4 تا دوره الگوریتم حل مسئله دارم، یه مراجعه کنید. همین الان دو تا مثلا ویدیو رایگان اینجا هست، شما میتونید اینا رو ببینید و متوجه بشید که به کارتون میاد یا نمیاد. خب مطمئنم دوره های الگوریتم حل مسئله خیلی میتونه بهتون کمک بده برای کسایی که مثلا تو حل مسئله مشکل دارن. اما بحث الانی که میخوام بکنم اینی که ما بجز این پایتونی که الان داریم برای شما برگزار میکنیم و در واقع همین پایتون مقدماتی تا متوسطه، یه دوره‌ای داریم به نام استادی پایتون. تا الان 7 بار اجرا شده، برگزار شده. حدود 1000 خورده این نفر توی این مجموعه استادی پایتون من شرکت کردن. دوره‌ای که 0 تا 100 مسیر برنامه نویسی پایتون و وب رو میگه. اگر در انتهای دوره، یعنی به انتهای این دوره‌ای که الان داریم برگزار میکنیم، اصلا الان نرید شروع کنید، کسی نره استادی پایتون رو شروع کنه. اگر الان پایتون مقدماتی تا متوسط رو بلدی، خب میتونی وارد این دوره بشی. اگر نه وای میسی تا این جلساتی که الان دارم برگزار کنم. بعد از اینکه تموم شد میتونی وارد این دوره بشی. این دوره هزینهش نسبت به اینها بالاتره. خب من یه حالا تدابیری اندیشیدم و از بخش مارکتینگ و فروشمون خواستم که بچه‌هایی که توی تمام جلسات این دوره آنلاین حاضر بودن، خب کامل حاضر بودن، یعنی 6 جلسه رو، حالا 7 جلسه رو حاضر بودن، یه تخفیف خیلی 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 خوب بهشون بدیم. خوبه؟ حداقل 4 جلسه رو باشید. بعد از 4 جلسه ما اون موقع کد تخفیف رو به شما میدیم که بتونید ازش استفاده کنید. در ضمن این کانال تلگرامی هم که اینجا لینکش رو فرستادیم بگیریدش، توی اونجا یه عالمه ویدیو رایگان بهتون خواهم داد، یه سری دسترسی های رایگان اونجا بهتون میدم. پس عضو این کانال بشین. دیگه چیزی نگیم، بریم به کارمون برسیم، چون احساس میکنم که اصل مطلب داره از بین میره. بیایم اینجا، چت رو بر شما میبندم، خواهش میکنم ببخشید چت رو میبندم، میریم اونجا تا ببینیم میخوایم چی کار کنیم. خب خلاصه من پایتون رو نصب کردم، خوشحالم. خب حالا چی کار کنم؟ مگه نگفت میتونی با یک کامپیوتر حرف بزنی؟ بیام وایسم رو دسکتاپ، به دسکتاپ نگاه کنم و باش حرف بزنم؟ نه خیر، شدنی نیست. شما باید دستورات پایتون رو تایپ کنید. کجا تایپ کنم؟ آیا میتونم یه نوتپد باز کنم تایپ کنم؟ بله. اما اگر اینو تایپ کردم کد پایتون رو، دستورات رو انجام دادم، اون وقت از کجا به سیستم بگم که اینو برام اجرا کنه؟ به همین خاطر ما باید یه جای بهتر از اینها داشته باشیم. برای این کار ما یه سری کلمات رو الان میشنویم. مثلا از این به بعد میگن کد ادیتور چیه؟ کلاس بازیه، چیزی نیست. کد ادیتور یعنی ادیت کننده کد. IDE چیه؟ چه میدونم چی میگی؟ ببینیم بچه‌ها، هر جایی که شما بتونید تایپ کنید میتونید کد پایتون بنویسید. مثلا اینجا میگم یه پرینت مینویسم. خب پرینت علی مهدی. اوکی، میبینین من الان دارم یه پرینت مینویسم. اینجا میشه کدمو ادیت کنم؟ بله. اما کد ادیتورها مثل تکست ادیتورها نیستن. این یک تکست ادیتوره. تکست ادیتورها هر چی تایپ میکنی به رو خودشون نمیارن. اما اگر این به جای این یک کد ادیتور بود، مثل چی؟ مثلا نوتپد پلاس پلاس. این نوتپد معمولی نه. نوتپد پلاس پلاس یه دونه کد ادیتوره.
چرا کد ببخشید آره کد ادیتوره، گفتم نه اشتباه گفتم. اگر شما بذارینش روی زبان خاصی، مثلا روی پایتون، وقتی تایپ میکنی کلمه رو میشناسه، میبینی؟ یعنی توی نوشتن کدهای زبانهای برنامه نویسی کمکت میده. یه جوری میشه تشخیص بدی اگه مثلا این پرینتو آرشو ننویسی، متوجه میشه که یه اشتباهی کردی. ببخشید یه لحظه بچه‌ها. اما باز هم کافی نیست. کد ادیتورها کافی نیستند، چون فقط به ما کمک میدن در نوشتن، در اجرا کردن کد کمکمون نمیدن. به همین خاطر یه سری IDE به وجود اومد. IDE ها در واقع کد ادیتورهای پیشرفته تری هستند که در اجرا کردن کد هم به ما کمک میدن. اولین IDE که شما باهاش آشنا بشید آیدله. شما وقتی پایتون رو نصب میکنید روی سیستمت، این نصب میشه. ببین من مثلا نوتپد پلاس پلاس رو خودم نصب کردم. اما وقتی پایتون رو نصب میکنید این رو دارید. چطوری دارید؟ کافیه اینجا مثلا بذار اینجا بنویسم پایتون. چی شد؟ وقتی پایتون رو تایپ میکنید کجاست؟ دیگه جزء جدیدترینش هم دیگه نیست. آناکوندار من دارم، به همین خاطر اون رو دیگه نمیاره. بذار ببینم آیدلش، حتی الان آیدلش هم دیگه نیورد. خب بگذاریم، این شاید ما فقط میخواستم یه تست توش بدم، مثل همین نوتپد پلاس پلاس. اینا اینجا هستش، آیدلش اینجا هست. ببینید آیدل رو اگر باز کنم، من فقط میخوام تست کنم بچه، قرار نیست ما تو اینجا کد بنویسیم. یک محیطی هست که شما میتونید توش کد نویسی کنید. تو قسمت چیزش هم آپشنش هم میتونید یه خورده تنظیمات روش انجام بدید. خیلی خفن نیست اما بدم نیست. مثلا من اینجا میتونم همون پرینت مهدی رو بنویسم و ببینید که خروجیشو اینجا دارم میبینم. تازه از این بهتر میتونم تو قسمت فایل، نیو فایلش اینجا، خب اینجا فرمت هم داره، آپشن هم داره، کانفیگ کنم. از این حرکت ها میگم چون باش کار نمی کنم اصلا خیلی درگیر این نمیشم. ببینید یه خورده الان فونتمون بزرگتر شد. مثلا بیام همینجا بگم پرینت کن برای من هلو رو، خب اینو نوشتم و اینجا امکان ران کردنش هم هست. میگه اگه میخوای رانش کنی F5 بزن. خب الان اگر من اینجا F5 بزنم، اولین چیزی که از ما میخواد میگه سیوش کن. پس نکته مهم، من برنامه نویس وقتی شروع میکنم به برنامه نویسی کردن، بچه الان خودتون درگیر این کلمه پرینت نکنین، وقتی شروع میکنم به برنامه نویسی کردن باید حواسم باشه که حتما یه محل ذخیره سازی برای پروژم نگه دارم، مشخص کنم، یه دونه اسم فایل براش مشخص کنم. الان میگه که آقا این فایل رو سیو کن بعد اجراش کن. میگم چشم، بذار سیوش کنم. با کنترل S یا سیو رو میزنم مثل همه نرم افزارهای دیگه. میام مثلا میگم توی دسکتاپ برای من یه پوشه درست کن به اسم مثلا My Project. خوبه؟ هر اسمی که دوست داشتی. تا یادم یه چیزی بگم، برنامه نویس اسم پوشش رو فارسی نمیذاره. برنامه نویس اسم فایلاش رو فارسی نمیذاره. حتی اگر فعلا مشکل انگلیسی داری، فینگلیش بنویس. یعنی از حروف انگلیسی استفاده کن. حتما از کلمات و حروف چسبیده به هم استفاده کن. یعنی پوشه داری میسازی، فایل داری میسازی، بچسبونش به هم. مای پراجکت رو من نوشتم فاصله ندادم. مثلا اینجا میگم PRO1 مخفف مثلا پراجکت 1. خودش میگه پسوندش رو میذارم PY، میگم بذار. پس یاد میگیرم فایل های پایتونی پسوندشون PY.
درست شد. الان اگر بیام تو دسکتاپم، اگر بیام اون پوشه رو باز کنم، این پوشه منو میذارم اینور که راحت تر ببینید. پوشه رو باز کنم میبینم که یک فایل با پسوند پی وای اینجا دارمش. خب برمیگردیم اینجا. حالا F5 رو میزنیم که رانش کنه. میبینی که رانش کرد. درسته؟ در واقع ما داریم اجرای برنامه رو میبینیم. اینجا کدمه؟ اینجا اجرامه. دوباره میتونم اینجا هر چیزی بنویسم و اجرا کنم که حالا چون فعلا بلد نیستم چیزی به جز پرینت بنویسم، هیچی نمی نویسم. درسته؟ خب این هم چیز اولیه‌ای بود که اما خود این آیدله خیلی خفن نیست راستش. یعنی خوبه ها، اما خیلی خفن نیست. به همین خاطر من و شما به جای اینکه از آیدل استفاده کنیم، آیدل خود پایتون استفاده کنیم، میریم سراغ آیدی ها یا محیط های توسعه بهتر. مثل چی؟ مثل ویژوال استودیو کد، مثل پایچرم، مثل جوپیتر. این جوپیتر خیلی خوبه. بچه‌هایی که تو حوزه علم داده و هوش مصنوعی کار میکنن مثلا میرن این سمت. اما غیر از اون فکر میکنم این دوتا گزینه خیلی خوبی باشه و من خودم ویژوال استودیو کد رو به بقیه اینها ترجیح میدم. شاید به خاطر اینکه این در واقع آیدی که توسط مایکروسافت آماده شده خیلی خیلی سریع رشد کرد، خیلی امکانات زیادی به ما میده و راستی یه چیزی بهتون بگم، یه چیز جالب. ما توی سایتمون کجایی؟ اینجا اگر تو دورای آموزشی بیاین، آموزش ویژوال استودیو کد هم دارم. رایگانم است به خدا هنوز. بله این دوره موقتا رایگانه. یه لحظه گفتم نکنه. همش کلا فکر میکنم 2-3 ساعت هم بیشتر. 2 ساعته، 2 ساعت و نیمه. خواهش میکنم این دوره رو که رایگانه، فعلا رایگانه، اینایی که نوشتیم موقتا رایگان، فکر میکنم کمتر از یه ماه دیگه پولی بشن. تا رایگانه برید دانلود کنید، ویدیو رو ببینید، مطمئن باشید خیلی راحت باش میتونید کار کنید. حتی اگر این ویدیو رو هم نرفتید ببینید، الان بهتون میگم کافیه شما VS کد رو سرچ کنید و دانلود کنید. چون اونجا گفتمش دیگه اینجا توضیح نمیدم. کافیه ویژوال استودیو کد رو دانلود کنید و نصب کنید. نصبش سخته؟ نخه. نکست. تمام. کجا نصبش کنم؟ هر جا دوست داشتی. چقدر فضا میخواد؟ فکر میکنم در حد 70-80 مگ. نصب میکنی تموم میشه. میای اینجا، اگر اینجا VS رو بزنی ویژوال استودیو کد برات باز میشه. ما از این به بعد توی این دوره آموزشی از این محیط برای کد نویسی استفاده میکنیم. پس تا جلسه بعد، یعنی پس فرداست فکر میکنم، نمیدونم، تا جلسه بعد حتما این رو نصب میکنید. بچه تا یادم یه چیزی بگم، من یه دوره دیگه هم دارم تو سایتمون، کلی پولشه، اونم گذاشتمش تو ای سمینار رایگان. از هفته بعد شروع میشه. کجایی؟ HTML CSS. ای سمینار اگر باز کنید، توی ای سمینار ببینین 574 نفر ثبت نام میکنه. بعد آدما تنبلن که بیان توی کلاس. توی سمینار اگر درسمند رو سرچ کنید، همین الان اینا رو که من فعلا گفتم برگزار نمی‌کنم، غیر فعالش نکردن. این وبینار آموزش حرفه‌ای طراحی سایت رایگانش فعلا هستا. برای تعدادی رایگان گذاشتیمش. برای 300 نفر من گفتم رایگان کنه، الان 100 خورده‌اش رایگان شده. این برای منه که اینجوریه. دوره آموزش طراحی سایت هم رایگانه فعلا. اگر رایگان نبود تو همون کانال، تو همون پشتیبانی پیام بدید تا بگم فعلا برای شما رایگانش کنه. این سمینار مرد، کشته شد. فکر میکنم الان همچنان رایگان داشته باشیم. بچه‌ای که میخوان توی HTML CSS، خانم جهانگیری یه زحمت بکشید این دوره رو ظرفیتش رو اضافه کنید. ظرفیت بلیط‌های رایگانش تموم شده. اینو اضافه کنید تا بچه‌های دیگه بتونن ثبت نام کنن. اوکی. خوبه.
رایگانش میکنیم. برگردیم سراغ ادامه کار. ویژوال استودیو رو نصب کردید. خب نصب کردم. چه کار کنم؟ ببینید نکته، وقتی میخواین پروژه بنویسین با ویژوال استودیو، اولین کاری که انجام میدید باید بیرون یه پوشه بسازید که من حالا ساختم اینجا. میبینید؟ بعد بیاید تو ویژوال استودیو، این اوپن فولدر اینجا هست. اگر نبود، اصلا به فرض مثال نبود، تو منو فایل اوپن فولدر رو میزنی، میرید اون پوشه رو بازش میکنی و سلکت فولدر میزنی. چی میشه؟ اتفاقی که میفته اینی که پوشه اینجا باز میشه، یعنی هر چی فایل توش باشه شما اینجا میتونی ببینی. اگه رو فایل کلیک کنی اینور باز میشه. اگه اینجا بخوای میتونی فایل بسازی. ببینید نیو فایل، مثلا اینجا میگم pro2.py میزنم، پروژه 2 ساخته میشه. یعنی من الان یک فایل pro2 اینجا دارم. اگر برم بیرون میبینم تو اون پوشه pro2 هم اضافه شده. پس در واقع از داخل ویژوال استودیو شما میتونید این فایل ها رو ایجاد کنید یا پوشه ایجاد کنید اینجا بیفته. خلاصه اینجا شما میتونید چیکار کنید؟ برنامه‌تون رو بنویسید و داستان دیگه شروع میشه. همه چیز آماده است و میتونی اینجا کد بنویسی. اما نوشتنه که کاری نداشت. نوشتنه رو تو اون آیدی هم میتونستم بنویسم. درسته؟ نوشتنه رو خیلی راحت میتونستم تو همون آیدی های دیگه، آیدل یا مثلا نوتپد پلاس پلاس هم میتونستم بنویسم. اینجا فقط یه خورده کمکم میده. بله چقدر خوب، وقتی پی رو میزنم خودش میاره و میتونم اینتر کنم دیگه، نخوام تایپ کنم. مثلا میریم سراغ دستورات بعدی، فور تا مینویسم میتونه به من کمک بده، حتی یه عالمه از کد من رو بنویسه که حالا جلوتر به اینها خواهیم رسید. اما برای اینکه این توانمندی ها اضافه بشه به ویژوال استودیو کد، شما باید بیای داخل اکستنشن، بخش اکستنشن، ببینید اینجا اکستنشن، افزونه هایی رو نصب کنید. الان من افزونه های پایتونی که نصب کردم رو شما ببین، برای هر زبانی یه عالمه افزونه وجود داره. افزونه خیلی جذابی هستن که هر کدومشون یه کاری براتون انجام میدن. خب یکی از افزونه هایی که باید نصب کنید افزونه پایتونه. چطوری نصب کنم؟ هیچی، زحمت میکشی، کلمه پایتون رو مینویسی اینجا. اینترنتت باید وصل باشد. این که تیک مایکروسافت داره رو باز میکنی، عددش هم خیلی زیاده. ببین 105 میلیون نفر این افزونه رو نصب کردن. شما وقتی ببینیدش اینجا دکمه اینستال داره، مال من شده آن اینستال. دکمه اینستال رو میزنی و نصبش میکنی. خوبه؟ پس پایتون رو، یعنی در واقع اجرا شدن کد پایتون درون ویژوال استودیو کد اتفاق میفته. دیگه چی؟ دیگه میتونید اینجا، اگر من اینجا رو به شما نشون بدم، خیلی میگم افزونهای زیادی برای این کار وجود داره. اولیش که پایتون بود و بیایم پایین. فکر میکنم اینم بد نباشه یا اینه. آره اینم برای من بد نبوده. پایلنس رو نصب کنید، بهتون کمک میده، تو اسنیپت ها کمک میده، تو کد نویسی کمک میده و خیلی امکانات دیگه ای داره. حالا افزونه ها رو یواش یواش هر جلسه ای که بهش رسیدیم براتون میگم، اما یه دونه واجبه. خب وقتی این اتفاق افتاد، یعنی افزونه هم داشتی، کدت هم محلش آماده شد دیگه، ببینید تمام کارا شد. پایتون رو دانلود کردم، پایتون رو نصب کردم، رفتم جزء انوایرنمنت ها، جزء وریبل های ویندوز هم اضافهش کردم، ویژوال استودیو کد رو نصب کردم، افزونه پایتونش رو اضافه کردم. حالا وقتش شده که بنویسم و اجرا کنم. میگم پرینت کن مهدی عباسی رو. اینجا میرسم، کدم رو مینویسم. ببین این نشون دهنده هنوز سیو نشده. یه کنترل اس میزنم که سیوش کنم و با کنترل F5 اجراش میکنم. اگرم یادت رفت اینجا میتونید از این استفاده کنید، ران کردن بدون دیباگ کردن. اینو میزنم و این پایین خروجی اجرای برنامه‌ام رو میبینم. خوشحالم که اولین پروژه پایتونی خودم رو نوشتم و همه چیز حله. تو این فرایند اگر مشکلاتی داشتید، به مشکلی برخوردید، بچه‌ها ما توی درسمن در واقع یه دونه فروم انجمن داریم به اسم،
اگر به فارسی بخواین سرچ کنین، بذارید اینجا بیارمش که راحت تر، تو گوگل هم میتونید سرچ کنید. انجمن برنامه نویسی درسمند رو اگر سرچ کنید، شما اینجا وارد این فروم اگر بشید، اینجا دیگه واقعا رایگانه. میتونید سوالاتتون رو اینجا بنویسید تا بچه‌های دیگه بیان جواب بدن، یا یه خورده جلوتر که رفتید شما سوال بپرسید تا بچه‌ها سوال بپرسن تا شما سوالاتتون رو جواب بدید. کافیه برید تو قسمت انجمن برنامه نویسان پایتون و کاری هم نداری، اکانت میسازی، میتونی سوال بذاری یا سوالات دیگران رو جواب بدی. فکر میکنم حالا بعداً درباره بیشتر حرف میزنیم و بهتون میگم که چه ارزشی میتونه براتون بیاره. بفرمایید. جانم. تا اینجای کار بگید ببینم چطور بود. استادی هوش هم بچه‌ها دقیقاً بچه‌هایی که میخوان وارد استادی هوش بشن یا استادی پایتون بشن میتونن الان ثبت نام کنن. خب میتونن الان ثبت نام کنن و شروعش الان مثلا دوره استادی، فکر کنم استادی هوش 4مین دوره رو میخوان ثبت نام کنن و استادی پایتون هم 8مین دوره باید باشه اگر اشتباه نکنم که در حال ثبت نام هستن. ما توی بلک فرایدی خب تخفیف خیلی خیلی خوبی داشتیم، اونایی که متوجه شدن اومدن استفاده کردن. از کی شروع میشه؟ خیلی زود بچه‌ها، خیلی زود. ما چون دوره هامون خدا رو شکر خیلی سریع داره تکمیل ظرفیت میشه، به محض اینکه شما شروع کنید همین الان هم که به اصطلاح ثبت نام انجام بدید، توی فاصله‌ای که داره کلاس تکمیل میشه این اتفاق رقم میخوره، یعنی شما اینو یاد میگیرید این دوره رو و آماده میشید برای بله حتما. اصلا من این رو خیلی خیلی تاکید کردم که ما به خاطر متاسفانه شرایط اقتصادی بدی که توی این وضعیتی که توی جامعه هستن، من خواستم که تا جای امکان بچه برای بلک فرایدی فکر میکنم من یه عالمه با جلسه گذاشتیم، حرف زدیم تا قیمت رو تونستم به اون عدده برسونم. نمیدونم کسی تونست خرید کنه از شما، کسی استادی رو خرید کرد، اما سعی میکنیم حالا نه با اون عدد خیلی عجیب بود، اما نزدیک به اون عدد ما براتون اوکی میکنیم، یعنی با یه تخفیف خیلی خوب. فقط مشروط به این که تو این جلسات باشید. من میخوام حتی یه حل تمرینم برای این دوره بذارم، اون هم برای شماهایی که تو این کلاس باشید رایگانه. بالا نبود. زنده باشین. ممنونم. امیدوارم بچهای جدیدی که با ما آشنا شدن به دردشون بخوره. خب ما خدا رو شکر تو هر دوره‌ای که تشکیل میدیم خیلی از بچه‌ها دارن تکراری میان و این نشون دهنده اینه که تونستیم اتفاق خوبی رو رقم بزنیم. بله حتما توی همون گروه تلگرام، کانال تلگرام اطلاع رسانی میکنیم برای ثبت نام برای شماها. این رو خانم جهانگیری اگر آنلاین هست یه برنامه بده، اگر میتونین صحبتی کنین یا نظری دارین. بچه ها فکر میکنم اولین کار همون کانال تلگرامی. مینا داره میگه که بله استاد، همونطور که شما گفتید. من میکروفونم میبندم، بفرمایید. سلام به همگی، شبتون بخیر. همونطور که استاد گفتن لطفاً اگر کسی میخواد که توی تخفیف‌های ما شرکت بکنه که تخفیف خیلی خوبی، یه چیزی نزدیک به همون بلک فرایدی برای شما، توی کانال تلگرام عضو بشید. چون شرط شرکت در این کلاس هستش، انشالله اگر که اون شرط رو داشته باشید خدمتتون کد تخفیف میدیم تا بتونید راحت ثبت نام بکنید. بله و دوره‌های استادی ما تضمینیه. خب حالا یه عالمه داستان داره، فکر می‌کنم برید اونجا ببینید. صفحه استادی پایتون رو حتما یا استادی هوش مصنوعیمون که دقیقاً جفتشون پیش نیازشون همین دوره‌ای هست که توش هستین. من صدام بسته بود داشتم براتون توضیح میدادم. بچه‌ها دوره استادی هوش مصنوعی و استادی پایتون هر جفتش پیش نیازش این دوره است. خوبه؟ این دوره پیش نیاز هر دوتاشونه.
هر دوتای اونها هم صفحه مجزا دارن، لندینگ مجزا دارن که اگر برید سر بزنید کامل میتونید درباره‌شون بدونید. دیگه وقتمون داره گرفته میشه، باز هم به حاشیه داریم میریم. باز هم باید من این رو ببندم چون فقط یه لحظه این پایتونه رو ببینین. کشته شده اینترنت. براش دعا میکنم تا باز بشود. بله باز شده انگار. لینک تلگرام رو دوباره براتون میفرستن. الان مثلا ما معرفی دوره اگر ببینید این معرفیشو داریم، مثلا سرفصلی که اینجا هست. اگر فقط برید مطالعه کنید، مقایسه کنید، بررسی کنید، اگر به دردتون خورد حتما توی دوره شرکت کنید. با خیال راحت بهتون میگم که این دوره خیلی سنگینیه و نظرات بچهای دیگه هم میتونید مطالعه کنید و ببینید و اگر خوب بود شرکت کنید. فقط انتحاری عمل نکنید. اگر آدمی هستید که خسته میشید از روند یادگیری، وارد این دوره نشید. بریم ببینیم میخوایم چی کار کنیم. من یه چت رو میبندم، دوباره برمیگردم چون میخوام کار کنم. بچه‌ها ما بحث درسمون خیلی مهمه و باید به یه جایی برسونمش امروز وگرنه نمیذارم برید. خوبه؟ بیایم اینجا. خب اولین کار اتفاق افتاد. هر وقت وارد یک زبان میشید و میخواید یک زبان برنامه نویسی رو شروع کنید، حتما اول کار باید با ساختار کلی اون زبان آشنا بشید و یاد بگیرید که وقتی من دارم یک پروژه می نویسم کلاً چه قسمت های این پروژه من داره، چه بخش هایی رو میتونم استفاده کنم و برای هر بخشی چه محدودیت هایی دارم. من وقتی زبان برنامه‌نویسی پایتون رو نگاه میکنم میبینم که کل اتفاقاتی که برای یک پروژه پایتونی رخ میده شامل این 4 بخشه. یعنی تشکیل شده از یه سری کلمات کلیدی، در واقع کلماتی که توی این زبان مهم هستند و براشون تعریف خاص اتفاق افتاده. مثلا در نظر بگیرید شما کلمه‌ای مثل فور توی زبان پایتون معنی داره، پس ما به این میگیم یک کلمه کلیدی. کلمه‌ای مثلا ایف یک کلمه معنی داره، کلمه‌ای مثل کلاس یک کلمه معنی داره که اینها رو در گذر زمان شما یاد میگیرید. پس یه سری کلمات کلیدی هست. یعنی من وقتی پروژه دارم می‌نویسم از یه سری کلمات کلیدی استفاده میکنم. یه سری کلمات هم هستن شناسه بهشون ما میگیم که اونا تو زبان پایتون کسی نمیشناسشون. مثلا میگم x، مثلا میگم نامبر، مثلا میگم نیم. این کلمات داخل زبان پایتون از قبل وجود نداشتند، اما من برنامه نویس نسبت به نیازم میام از اینا استفاده میکنم. یعنی یک کلمه ای رو دوست دارم میارم تو. چرا دوست داری؟ چه کلمه ای میاری؟ خب میگم زبان اونا رو کم داره. همه زبان ها اینجوری هن. مثلا زبان فارسی رو در نظر بگیری، چقدر کلمه وارد زبان فارسی شده؟ اینا نبودن، در گذر زمان وارد شدن. منم یه جایی احساس میکنم یه کلمه مثلا فامیلی باید بیاد داخل، پس مینویسمش. به اینا میگن شناسه. شناسه ها خاصن، کلماتی هستن که من برنامه نویس به پروژه اضافه میکنم. به همین خاطر باید اصولش رو رعایت کنم، از حروف انگلیسی استفاده کنم برای تعریفشون. دیگه چی؟ شناسه ها رو با عدد شروع نکنم. شناسه با عدد شروع نمیشن. داخل شناسه ها از کاراکترها استفاده نکنم. فقط تنها کاراکتری که قبول آندرلاینه بچه ها توی پایتون. مثلا میتونم بگم first. این میشه اینجوری؟ نه خیر، این راه درست نیست، این راه درسته تعریف این. پس من میتونم اسپیس میتونم استفاده کنم؟ خیر نمیتونیم، چون این فکر میکنه 2 تا کلمه مجزاست. خلاصه حالا از این اسما کجا استفاده میکنیم بعداً متوجه میشیم. به اینا میگن شناسه. شناسه کلماتی هستن که توسط برنامه نویس اضافه میشن و از قبل وجود ندارن.
بفرمایید. دیگه چی؟ دیگه انواع داده ها. این مهمه. بذاریم ببینم انواع داده ها رو من اگر بخوام اینجا بهتون نشون بدم چیا هستن. ما توی هر زبان برنامه نویسی باید بدونیم که اون زبان با چه داده هایی کار میکنه. اصلا برنامه نویسی یعنی همین. اصلا برنامه نویسی یعنی این که شما یه دیتایی رو بیارید بدید به برنامه، به حالا اپلیکیشن، و نهایتش یه دونه اینفورمیشن، اطلاعات ازش بگیرید. دقیقاً برنامه نویسی کارش همینه. نوشتن این اپلیکیشن هایی که میتونه دیتا بگیره، اطلاعات به ما بده. مثلا اسامی رو بگیره، مرتب شده به ما بده. مثلا 2 تا عدد بگیره، جمعش رو به ما بده. خب مثلا یه ویدیو بگیره، ادیتش کنه. یه صدا بگیره، ادیتش کنه. ببین این کاری که انجام میده این اپلیکیشنه، این به کمک زبان پایتون نوشته میشه، به کمک زبان سی پلاس، سی شارپ، جاوا نوشته میشه. پس من به عنوان برنامه نویس باید بدونم که این پایتونی که این وسط نشسته چه داده هایی رو میتونه بگیره. بهت میگم ما تو پایتون میتونیم عدد داشته باشیم، میتونیم عدد اعشاری داشته باشیم، میتونیم متن یا به عبارتی استرینگ داشته باشیم، رشته داشته باشیم. متنها رو باید بین دابل کوتیشن یا سینگل کوتیشن یا چی؟ تریپل توی 3 تا دابل کوتیشن بذاریم. مثلا علی. نگاه کنید توی پایتون امکان هست. حالا میگم چرا جلوتر. میتونیم ترو فالس داشته باشیم. متوجه شدین؟ توی پایتون ما میتونیم همه اینها رو داشته باشیم. و حالا وقتی جلوتر میریم داده های پیچیده تر از این هم میتونیم داشته باشیم که حالا یه دونش رو مثال میزنم، من باش کار نمیکنم. مثلا لیست، به اینا میگن لیست. لیستی از اعداد، لیستی از اسامی. پس من عباسی وقتی میخوام شروع کنم یه زبان برنامه نویسی باید همه اینا رو یاد بگیرم. بعد یکی میپرسه میگه که پایتون بلده با مثلا صوت کار کنه؟ میگم آره. حالا این نوع داده صوت چطوره؟ میگم صبر کن، جلوتر یواش یواش یاد میگیری که چطوری فایل ها رو بخونی، اطلاعات فایل ها رو بیاری، بعد چطوری باش کار کنین رو الی آخر. پس مرحله یا بخش سوم یک پروژه، در واقع توی یک پروژه ما با داده ها هم کار میکنیم. و نهایتاً عملگرهای زبان پایتون، یه سری علامت ها که میان کمک میدن عمل میکنن روی داده ها. یه عملی انجام میده، مثلا عملگر جمع 2 تا عدد رو جمع میکنه. مثلا عملگر منها 2 تا عدد رو از هم کم میکنه. درسته؟ عملگر ضرب، عملگر تقسیم، عملگر توان. میبینی؟ عملگر نات. بله، عملگرهایی هستن توی پایتون که به جز اینی که حالا یه سریشون شکل علامت‌های روی صفحه کلید رو دارن، یه سریشون هم تشکیل شدن از یه سری حروف. عملگر اند، عملگر اور. اینا رو یکی یکی بهتون میگم. یعنی من اگر یاد بگیرم که یه شناسه‌ای مثل X میتونم تعریف کنم، ببخشید، به کمک عملگر مساوی یه عدد توش بریزم، یه شناسه Y تعریف کنم، به کمک عملگر مساوی یه عدد دیگه توش بریزم و یک شناسه دیگه به نام Z باشه که X به اضافه Y، یعنی از عملگر جمع استفاده کنم که اینا رو جمع بزنه بریزه توی این. دیدین؟ هم نوع داده عدد صحیح، نوع داده اعشاری، شناسه ها اینا شناسن، اینا چی هن؟ عملگرن. میبینی؟
و نهایتاً یه سری کلمات کلیدی مثل پرینت که میتونه نتیجه رو برای من محاسبه کنه. الان اگر اجرا کنم شما میبینید به کمک همین سواد حداقلی تونستم 2 تا عدد رو جمع کنم و اینجا نشون بدم. سرعتش خوب بود نه؟ حالا حتی اگر این عدد اینجوری هم باشه و شما اینو اجرا کنید میبینید که با سرعت خیلی زیادی میتونه این کار رو برای ما انجام بده. میخوایی یه خورده بیشترش کنم؟ ببینیم بلده؟ حالا این شکلی داره به صورت نماد ریاضی علمی نشونش میده که حالا بعداً درباره اینها هم صحبت خواهم کرد. خب میبینیم که ما نیاز داریم که سر حوصله. بچه جلسه اول فقط و فقط میخواستم نگاه شما به زبان برنامه‌نویسی رو باز کنم. میخواستم بهت بگم که اگر میخوای برنامه‌نویسی یاد بگیری خواهش میکنم حتما یه تحقیق در مورد زبان برنامه‌نویسیت کن. اگه میخوای آینده خوبی داشته باشی از بیس بدون داری چی کار میکنی. ببخشید خیلی وقتا هست که ما حتی خودمون ابتدای کار رو اینقدر جامپ میکنیم، پرش میکنیم و از یه چیزای ساده به قول خودمون میگذریم که همه اونها میشه چاله چوله های آموزش ما. چاله چوله هایی که بعدن هم چون رفتیم تو لول بالاتر هیچ وقت پرش نکردیم، اما این خلاه همه جا داره به ما نوک میزنه، همه جا گیرمون میندازه. پس حتما این کار رو انجام بدین. اول راهین الان اومدی تو کلاس ما. من یه خواهشی ازتون دارم بچه‌ها، این رو برادرانه بهتون میگم. امروز تو این کلاس اومدی. این کلاس رایگانه. اوکی؟ خیلی وقتا ماها به خاطر اینکه یک دوره رایگان رقم میخوره، فقط صرف اینی که رایگانه 2 تا اتفاق بد میفته. یه عده‌ای که اصلا دوره به دردشون نمیخوره فقط به خاطر اینکه رایگانن میان تو کلاس. اوکی؟ اصلا حرف منو متوجه نمیشه، اصلا کلام منو دوست نداره، میاد زمانش رو از دست میده، فکر میکنه رایگانه. بزرگترین ارزش خودش که زمانه رو میاد میذاره و هیچ یاد نمیگیره. یه عده‌ای هم به خاطر اینکه رایگانه میان برچسب این میزنن که آقا این محتوا ارزشمند نیست. من عباسی اگر این دوره رو مثلا 700,000 تومان بفروشم، خب فکر میکنه اون بهتره. نه، به نظر من هر کس باید نگاه کنه ببینه حرف کی رو متوجه میشه. یکی میبینی کلام عباسی رو یاد میگیره، یکی میبینی با کلام من اصلا یاد نمیگیره. پس اگر اومدی وارد این عرصه شدی به خودت به زمانت ارزش بده و بهت قول میدم آینده متعلق به برنامه نویساست، چون الان دنیای ماست و خدا رو شکر میبینیم که توی این عرصه همه چیز داره با برنامه‌نویسی پیش میره. هر زبان برنامه‌نویسی هم که داری کار میکنی مشکلی نداره، همه زبان‌ها بازار خیلی خوبی دارن و هر رشته هم هستی باز هم مشکلی نداره چون میتونی یادش بگیری. راستی یه چیزی بهتون میگم، اگر دوست داشتین من و یا درسمن رو توی این اینستاگرام هم دنبال کنید، من اکانت خودم رو اینجا مینویسم اینجا و درسمن کام هم اینم اکانت درسمنه. بچه‌هایی که میخوان ما رو دنبال کنن، میخوان که از جریان کاری ما با خبر باشن، حتما این کار رو انجام بدن. جلسه اول جلسه بود که خواستم بیس کار رو شما بدونید. اصل مطلب داستان از جلسه بعد شروع میشه و داستانی که فکر میکنم شاید که احتمال خیلی زیاد من روز آخر احتمالا یه جلسه براتون اضافه میکنم. خوبه؟ نمیخوام از سرفست کم بشه. اگر پا به پای این دوره اومدین، همین دوره رایگانه، اینقدر مطلب بهت میگم که هیچ جا نتونی با مبلغ بالای 500-600 تومن پیداش کنی. میگم مشروط به اینه که احساس کنم که این کلاس داره ارزش میده بهت. و اگر ابتدای راه هستی حتما سختی برنامه نویسی رو خواهی چشید. مهم اینه که فرار نکنی. اگه آدمی هستی که فرار میکنی، تنبلی، که خواهش میکنم نیا، میدونی این جریان آدم قویاست، آدم خفناست. واقعا من خوشحالم که میبینم کسایی مثلا الان توی
8 سال پیش، 9 سال پیش، 10 سال پیش با هم کار کردن و الان دارن توی پوزیشن شغلی خوب در صدر کاری خودشون هستن. اگر سوالی صحبتی دارین، من دوست دارم اگر کسی میخواد حتی با صدا خیلی حس بهتری میگیرم، چون این دوره گواهی پایان دوره نداره، چون توسط ما تنها اتفاق نمیفته. همینش هم باور کنید حالا شاید خنده‌دار باشه اما کلی هزینه به گردن ما افتاده. اما دوره استادی پایتونمون رو حتما بهش سر بزنید، حتما بهش سر بزنید و بخونیدش. آقا اصلا ثبت نام نکنید، سرفصلا رو ببینید، ویدیو نمونه رو ببینید، نمونه کارهایی که ما کردیم رو ببینید که اگر خوب بود داشته باشیمتون. اگر کسی صحبتی هم داره توی جلسه تا میکروفونش رو فعال کنم، هر جلسه، نه فقط الان، خواهش میکنم. جلسه بعدی بذارید فکر میکنم بچه‌ها کی بود جلسات؟ کی بود؟ HTML فکر میکنم پس فرداست. بچه‌هایی که میدونن بنویسن، من دقیق نمیدونم چون چند تا کلاس با هم دارم. سه شنبه، بله روزهای یک شنبه سه شنبه است، همین ساعت. مرسی که پیگیر هستین. یه نفر فارسی نوشته بود نرسیدم بخونم. من دوره پایتون رو الان صلاح بردارم. آره الان متوجه نشدم. برداشتن نظرت اینه که آره اصلا هیچ مشکلی نداره. خواهش میکنم. امیدوارم که شب خیلی خوبی داشته باشید، بهتون خوش بگذره. امیدوارم که جلسه به دردتون خورده باشه و کمک بدین به همدیگه. من حس خیلی خوبی دارم به این کلاس، نمیدونم چرا، اما این کلاس خیلی برام جذابه و کلاسایی که معمولا خیلی حس خوبی دارم نتیجه خیلی خوبی ازش میگیرم. خوشحالم و اگر بچه صحبتی نیست که جلسه رو ببندیم انشاءالله تا روز سه شنبه.